سعید بیگ و محمد الله محمد سعید بیگ این شوخی هر کار که نجمم چیست محمد تشکر استاد تاج‌الدین مردانی چیزی که استاد از نظر گفتن تاجی یکی تاجی تراجیمه است تاج تراجیمه و ترجمه هایش تاج تراجیمه درباره ترجمه های و همی سمت ترجمانی فعالیت استاد سخن کمتر گفته شد شاید که فرضه من به خاطر همین نگفتن و من گذاشتن من اینجا گزارش مفصل دارم اینا را گرفتم مختصر کردم این مختصر من سومین اکنون من فقط از همین یک پونکت به شما میخونم دیگرش چاپ می شود برای وقتی قیمت شما را نگیرم دانش استاد تاج‌الدین مردانی در باب پژوهش ترجمه و تحریر آثار عربی زبان و زبان روسی بسا فراگیر بوده ایشان در این ساحه مهارت و ملکه بی‌نظیر و بی‌همتا حاصل کرده است و تجربه بغایت فراوان اندوخته است آموزش این دانش فراگیر و پیگیری از آن علل خصوص برای نسل جوان مترجمان و محققان ساحه عرب شناسی خیلی هم مفید و بسا هم سودبخش خواهد بود سمت‌های اساسی سمت‌های اساسی جنبه ترجمانی، تحریر و پژوهشی استاد رو میتوان چنین دسته‌بندی کرد. یکم ترجمه شفاهی همزمان یا زنده است. سینخرونی میگن چیزی که اینجا خانم‌ها امیده غفور و سنم بربانو واحد و هم قید کردن این باید که آموخته شود از جانب شاگردان و این یک مهارتی که استاد واقعا هم در همین ترجمه همزمان یا سینخرونی دارن بی‌نظیر هست و ما شاهد بودیم سالهای 80 در عراق از این کس آموخته بودیم. دوم ترجمه کتبی آثار کلاسیکی از عربی به روسی. من این چیز در همین ساحه در عرب شناسی ما میلنگدویم هم میشود. ما حالا ترجمانی که به روسی در سطح تاج‌الدین مردانی ترجمه کند نداریم و باید که ما از استاد انا همین ترجمه روسی را آموزیم که اثرهایی که استاد ترجمه کردن هستند اینها باید مورد آموزش قرار بگیرند از جانب شاگردان. سوم پژوهش تحقیقات به عربی انجام یافته درباره میراث علمی و ادبی نیاگان و زبان. چهارم ترجمه سطحی بین المللی و جهانی یعنی روسی تحقیقات انجام یافته به عربی و فارسی درباره میراث علمی و ادبی نیاگان. همین سمت‌ها مورد آموزش هستند. پنجم تحریر ترجمه های از عربی به روسی انجام داده. یکی از فعالیت هایی که شاید وقت زیادی استاد را گرفته باشد این تحریر ترجمه های همین نیمکوله ما است و زبان روسی و شاید همین چیز هم همین استاد را از همین مرکز شناسی ما چی کرده باشد بیرون کرده باشد. بسیار وظیفه کاری زحمت طلب و زحمت کش است. این من شاگردانه و با پیروی از استاد بعضی ترجمه های روسی را تحریک کردم و درک کردم که واقعا هم سنگین ترین کار همین تحریر ترجمه روسی دیگران است. او را خود ترجمه کنیم آسان تره. تهیه یک فرهنگی یک از همین سمت‌های اساسی یعنی مکتب ترجمانی استاد و فکر من تهیه یک فرهنگی اصطلاحات ساحوی همین عرب شناسی است. از جمله در مرکز سینوشناسی ما ترجمه تهیه من همین فرهنگی
اصطلاحات ابن سینا مخصوص یک فرهنگی اصطلاحات ابن سینا را ما باید داشته باشیم نداریم چون که هر کس ترجمه میکند اصطلاحات را گوناگون یک اونیفیکاسیا نیست باید همین که من امید دارم که مکتب تاج‌الدین مردانی شاگرداش همین کارا وظیفه بگیرند و این کاری نهایت هم یک словари философских терминов Смирнов هست ولی خیلی ناقص است با هنگام ترجمه بسیار اصطلاح‌هایی را می‌خواهیم که بیابیم از اونجا پیدا نمی‌کنیم و از خودمون می‌خواهیم می‌یابیم هر کس با موافق سطح همون دانش خودش ولی یک نواخت یک لغ کردن لازم است خوب در آخر و استاد من استادی که زیاده از 40 سال شده است که من با این کس پیروی میکنم از این کس می‌آموزم تنی بی‌درد دلی بی‌غم عمری پربرکت و سعادت دو جهانی آرزو میکنم